الله متعال یک بنده خود را کمک و همکاری میکنه. تا چی وقت؟ تا زمانی که این بنده برادر خود را کمک و همکاری کنه. یعنی شما وقتی یک مسلمان را کمک و همکاری کردین، الله سبحانه و تعالی شما را چی میکنه؟ کمک و همکاری میکنه. یعنی اگر شما یک کسی دست یک کسی را گرفتین، الله متعال دست شما را میگیره. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که یک مسلمانی وقتی سختی یک مسلمان دیگر برطرف بکنه، من نفس عن مسلم کربتا من کرب دنیا، کسی اگر یک سختی یک مشکلی یک مسلمان را در دنیا دور بسازه، الله سختی های روز قیامت از او را برطرف میسازه، مشکلی از او را آسان میسازه. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، کسی اگر گناه یک مسلمان را بپوشانه، پنهان بکنه، الله متعال روز قیامت گناه های از او را چی میکنه؟ پنهان میکنه. یعنی نباید که یک مسلمان عیوب کسی دیگری را آشکار بسازه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ارتباط تعاون و همدردی و همکاری میفرماید المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. انسان مؤمن مسلمان با برادر مسلمان خود در کمک و همکاری مانند دیوار است. خوش دیوار یک خوش دیگر چی میکنه؟ محکم میسازه. این همه قسم یک مسلمان دیگر در کمک و همکاری او را استوار نگاه میکنه. با یک مشکل مواجه شو هیچ تشویش نمیکنه، برادر میگه همسایه ما کمک و همکاری میکنه.